هر سال نیاز به منزل در تاجیکستان می افزاید. به اقرار وکیلان پارلمان سال به سال این به یک مسئله مبرم تبدیل می یابد و باید چاره اندیشی شود. که مردم تاجیکستان از 2 تا 4% هر سال زیاد می شود. زیاده از 100,000 خانه‌دارهای نو پیدا می شوند. 100,000 خانه‌دار یعنی 100,000 به ما خانه در کار است. مقامات گفتند سال گذشته زیاده از 1 میلیون متر مکعب خانه ساخته شده است. با وجود این به خصوص در شهرها خانه داشتن برای ساکنان یک مسئله حل نشده باقی میماند. دیده استودم که یکی از سبب‌هایی که مثال خانه ویران شوی می شود همین چیز نیست، همین به بودن مثال نبودن خانه و در مثال نبودن شرایط خوبی زندگی کم بیزایتی نیست شده میتونه. در دوشنبه و اطرافیان خانه‌سازها هر یک مربع را به حساب میانه از 450 تا 600 دلار می فروشند. حد میانه معاش تا 1200 سومانی است. نرخ منزل به اقرار ساکنان هنوز بالا و دستنورس است. مصاحبه مثال خانه خود شاید به طریق قرض یعنی ایپوتека من فکر میکنم باید حد اقل معاش حد اقلا 600 مثال 700 دلار باشد. شهناز شریف و هر روز با هوس اعلانی خانه‌های فروشی را از نظر می‌گذراند. او توان خرید خانه را ندارد. می‌خواست ایپوتека بگیرد. اقل ماهش باید مثال 300 400 دلار پرداخت کنیم. بانک‌های تاجیکستان با بهره از 12 تا 18% ایپوتека پیشنهاد می‌کنند، اما برای شهنازه این خیلی گران است. عموما درآمد خانواده ما تقریبا 3000 سومان رو تشکیل می‌دهد که نمیشه یعنی که با این قدر مبلغ صاحب خانه شدن یعنی به طریق قرض. بانک ملی حساب میانه بهره‌های ایپوتکی رو 18% گفته است. بانک‌های تجارتی خواهش پایین آوردن قرض‌های ایپوتکی را دارند، اما مقررات دستی آنها را بسته است. بانک ملی معیارهایی هست که باید مثلا از این بالا پایین نشود. به همین خاطر دست بانک ها هم وابسته نیست که از نزد خودشان مثلا یک درصد را پیشنهاد کنند. سال 2018 بانک‌های تاجیکستان زیاده از 129 میلیون سومانی ایپوتека دادند. ایپوتeka یکی از بخش‌های نظرناگیر بانکداری تاجیکستان است. شرط‌های دادن آن هم برای ساکنان سنگینی می‌کند. حد اکثر ایپوتeka یا قرض برای خانه تا 250,000 سومانی است و در بیشتر موارد بانک‌ها تقاضای پیش‌پرداخت 30% نرخ منزل را دارند. خودی بانک‌ها باید بگیم یک کپیتال مستحکم هم داشته باشند. متاسفانه ما می‌دونیم که اکثریت بانک‌ها سرمایه‌شون از 5 میلیون دلار تا 10 میلیون دلار مثلا شاید جایگزین باشند. وکیلان پارلمان برینند که بانک‌های تاجیکستان حالا نمی‌توانند به مهلت زیاد برای مشتری‌ها قرض پیشنهاد کنند. پسندازهای مردم ما تا 3 سال هستند. یعنی از حساب پسندازها مثلا ساختارهای بانکی ما نمیتوانند که به مردم از 5 تا 20 سال 25 سال یعنی قرض بدهند ایپوتeka اونو شرایط زندگی خود بهتر. به قول کارشناسان ساحه بانکداری در تاجیکستان بانک‌ها مرحله بحرانی را طی می‌کنند و تا اندازه ایمیج خود را در جامعه از دست دادند. مردم هم ترس در این دارن از کدام جهت؟ از اون جهتی که مثلا وقتی که با بانک صحبت کردن قرارداد بستن هنگام پرداخت نتونستن اون چیزی که پرداخت کرده بودن و اون پولی که داده بودن دیگر همه این میتونن چی از بین رود کساد شود. اقتصادشناسان میگویند با فایز پس تامین کردن ایپوتeka باید صلاحیت ساختاری مخصوصی دولتی باشد که ساحه ایپوتeka را دستگیری کند. تمام جهان عادتاً برای چنین فایزهای پس تامین کردن ساختارهای دولتی برپا میگردند که ماندات وظیفه اساسیشان رشدی عیناً همین ساحه ایپوتکی است. شهنازه با یک گروه زنانی همراه شده است که در یک مکتوب دست جمعانه از مقامات خواستند بهره‌های ایپوتکی را پایین برند. امیدوار است صدای آنها به گوش دولتداران میرسد و از بیخانگی چندین ساله رها می‌یابد.